خوب مثل پاریس، بارسا، بایرن که تونست با 5 گل حریفاشون شکست بدن. بعد مثل تیمایی که 3 زدن و نتونستن حریفای خودشون شکست بدن. دومین شکست توپچی‌ها جلوی تیم سرحال اونای امری در ثانیه‌های پایانی. امیلیانو بوندیو در دقیقه 96 با گلی که به ثمر رسوند روند 18 بازی شکست‌ناپذیری آرتتا رو شکست. باز اسم جام جهانی اومد و مارتینز دوباره سرحال شد. استون ویلا به لطف مارتینز با 7 سیوی که تو این بازی انجام داد فاصله خودش بارسلونا به 3 امتیاز رسوند و خودش به سوم جدول رسوند. بازگشت پالمر هم دردی برای چلسی مارسلکا دوا نکرد. چلسی بعد اون بردی جلوی بارسا دیگه روز خوشی ندید. پیروزی پرگل خانگی سیتی ساندرلند گل کشت تونست یه گل متوقف کنه، اما امان از گل‌های سرحال دیگه. خروج موقت از بحران با درخشش ژاوی سیمونز. لیورپول هر چی زد جواب داد. توی بازی جذاب دیگه که نیمه دوم 6 تا گل داشت تو لحظات پایانی در دقیقه 96 آتو تاناکا بازم برای تیمش گلزنی کرد تا قهرمان تیمش بشه. بیلبائو در دقایق آخر پیروزی رو به دست آورد. سیمون شطرنج با والورده باخت. برد راحت پاریس با 5 گل. اونا تونستن با این برد فاصله خودشون رو با لنز صدر جدولی به 1 امتیاز برسونن. نیمه دوم بیرحمانه هری کین در آلیانز آرنا. بایرن جذاب کمپانی با 5 گل و شوتگورد از پیش رو برداشت. 79 گل تو 76 بازی برای شاخص‌دری. اینتر هم با گلزنی تو موندو سرحالش مارتینز تو رام 4-0 کمور از پیش رو برداشت. نیکوپاز و موراتا هم نتونستن تیم یک دست نراتزوری رو متوقف کنن. برتری گل خارج از خانه اویانرها در شب هتریک نیمه‌ای فرانکوسه. تو شب جنگ بین دو گود بارسا با هتریک فران تورس و گلزنی یامال برقچی دو گل پدری تونست بتیش شکست بده. برد و قهرمانی همراه با چاشنی غم برای بارسایی‌ها. تو شب گذشته در حالی که اینتر میامی با بازیکن لیونل مسی بازی خودش رو برد و قهرمان شد، جوردی آلبا و سرخیو بوسکتس برای همیشه دنیای فوتبال خداحافظی کردن. اگه تو هم از این ویدیو خوشت اومد سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. ویدیو بعدی میخوام در جام جهانی برات بکنم. بهت توصیه میکنم اصلا این ویدیو رو از دست نده.